سلام علیکم به تمام مردم شهروند تاجیکستان. از او رحمت با همه برادرایی که دستی کمک دراز کردن، ما را یاردم کردن در همین روزی پستی. شگونه الله بود دستگیریش ما برادرها تایی 450-500 هزار سامو قریب 500 هزار جمع شده بود. ما همین روی خط قریب 14-15 نفره پولشا دادیم و در همین سپیشکه همشونه نوشتگیم تا روبلوشونه همین کارتای روسی و تاجیکی جمع تاگی 500 هزارش الحمدلله جمع شد و باقی مونده مبلغ موندگی برادرای عزیز من از سببی که اکه کلیه تاجیک خدا رحمت و مغفرت کنه، اکه کلیه تاجیک گذشته شد. از این طرفی دادرک عزیز ما قبیلون الله همیشه جایش جنت باشه و یادش گرامی. این دادرک گذشت دیگه نکنیست که ما ویدیو کنم برای که مصیبت بود بالای مردم شهر تاجیکستان. کلمه همچنان یک بار دیگه از تمام مردم شهر تاجیکستان، از تمام برادرایی که صاحبکار هستند ما یاردم کردین یا که قرضم بتین ما همی پلاجینی ببرم. برادرای عزیز ما به درجه زور یا وقتی ویدیو در روی اکران میگم گم میزنم نو مجبورم برادرو او چند کسرای نو اپریسش کردن جگر اپریسش کردن مزش نیست در تاجیکستان دیگه. هر طرف پرابلم بالای سرم اومده دیگه. ما در اویله بچه کلان خونه ما نگاه همه اینا در گردن ما بابا که موضوع در توا زورم اومده خیلی میتونم الله بگوی سرم کدامی چند قدری میتونه یاردم کنیم برادرها. 1 سومه 10 سومه 100 سومه قبول. کدامی که نمیتونه دعا یک کف دعا در حق ما کنه خلاص. و خصوصا از برادرایی که صاحبکار هستین اکه اسماعیل محمدوی و خصوصا اکه رحیمی غربی شما احترام خواهش میکنم اکه که من در این مسئله کم تا یاردم کنین تا من این پلاجینی ببرم و پیش پدر مادر برم. از برای الله اکای من دستگیری کنین. رقمایی که در بالای اکران میبینید 988-94-01-27 روی با موضوع ای کرته اوچامای کرته در دوشنبه اونلاینش هم در دستی اوچامای همه چیز در دستی اوچامای و کرته زیبربانک که میبینید علی جان علیف میبوده ای کرته اکامای همینجا موندگی شد. برادرای عزیز من کدامی که پول پرداختن نمیتونه همه ویدیو را ستوریز کنه ریپوست کنه کامنت خوب کنه و در همون برادرایی که صاحبکار هستن شرایط دارن شرایط خوب دارن در همون روی که تو همه اکا ما را ببینن ذره ای هم باشه در این مصیبت ما را دستگیری کنن تا ما با پیش پدر مادر باید بدنده. و انشالله وعده میتونم که همیشه در بر مردم شریف تاجیکستان هستم و انشالله بچه بیناموس نیستم. خدمت در مردم در خلق تاجیک انشالله رحمان میرسم با کمال احترام و صمیمیت بیاندازه. آجی رفت